گزارش امروز من در خصوص خانواده است. همونطور که می‌دانید زمینی ها به صورت جمع‌های کوچکی به نام خانواده زندگی می‌نمایند که شامل پدر، مادر و فرزندانشان میباشد و خانواده هسته اولیه جوامع در سیارات جهان سومی است. گسترده ترین خانواده های تمام کهکشان در زمین است، جوری که عروسشان و دامادشان و خانواده های آنها هم جزو خانواده حساب می شوند. و ببین اوضاع چقدر خراب است که حتی باجناق نیز فامیل حساب می گردد. و برخلاف ما که نمیدانیم پدر و مادرمان کی هستند، زمینی ها تا 7 جدشان را می شناسند و هر که اجداد بیشتری از خودش را بشناسد آدم حسابی تری است. و یکی از معیارهای تشخیص آدمهای حسابی در زمین موقعیت اجدادی و خانوادگی آنهاست و مهم نیست که خود طرف هیچ بارش نباشد. هنگامی که از خانواده خوبی و پولداری باشد کافی است. و به این صورت است که حتی در ازدواج هم مادر را می‌بینند و دختر را می‌برند که این نشان دهنده اهمیت کانون خانواده است. به همین دلیل ارتباطات خانوادگی در زمین به طرز نافرمی محکم است و کودکان تا 80 سالگی کوچولوی مامان و بابا هستند و باید به ایشان گزارش بدهند و یادشان نرود که والدینشان به گردن آنها حق دارد، که آنها را در لوله آزمایش نکاشته بلکه شخصا به دنیا آوردند و در کنار خیابان ول ننمودند که از سرما و گشنگی تلف کردند و لحظه ای که این امر یادشان برود والدینشان چنان آغشان می نمایند که به زمین گرم خورده بر نمی خیزند. نکته جالب در خصوص خانواده این است که انتخابش دست خود انسان نیست و شانسی است و آدم می تواند در یک خانواده توپ و ثروتمند و از نظر مخ سالم متولد شود و می تواند در یک خانواده خلافکار روانپریش آبروبر متولد شود که این خیلی بد است و در این صورت بهتر است انسان به جای خانواده با دوستانش بگردد که خودش با سلیقه خودش آنها را انتخاب نموده و گیر اضافی به انسان نمی دهند و آویزان نمی شوند و نصیحت نمی کنند و طلبکار نمی شوند و اگر هم بلایی سرشان آمد مجبور نیستی بروی بیمارستان و به استحرا دیدنشان و این کارها گردن خانواده خودشان است.